ما نمیخواست بیاد یکی نامد او برای آن بود که غمی ترا میخورده. برای آن که تکتی او خشتی. نه او به خاطر ترم آمده بود. چی خیلی که سلام سمقه. اورست ابی گفته بود که برو دو رنگی خواره. این که در پرستی میغلطید او قفاش میدوی. چه خیلی که حاضی نگاش میکنه. رنگی حاضیره. خیلی ما باید آمی راهمون رفتن گیریم. گمشن نخره من شما را اجامه برم. رفتیم و یارا در جوش مونه برست. دوستان ما او را دیدم. روز چی بود؟ میدونی چند قدر کلام بود. او در چی من نگاه کرد و یک بورا نرسیده و خواست که بس این حمله کننده که من نترسیدم و من بلخوام اگه دیدم و تیار شدم گفتم در پیشانش باید نمیزنم به شوخی و او نرسید که بوده چی نبود تمام من نرسید. وقتی من در بورا او نقل میکردم همه آدم من را به عقل خیال میکردم میگفتن به عقلی و من را باشه علم میکردن و در تمام زندگیتون خواست کی را در کذات کنین؟ وقتی من کودک بودم تنها یک کار فقط میکردم به آسمان نگاه میکردم میگفتم که کاش یه بار دیگه بینم شما. جناب مختار سحر بر وقتتر خستن در کاره. ابیک برای ما میگوید جای آنها را. راست میگیده. مکیزا هم خیلی بدنامیده تی قدر کچلو مچلوی مرده که چشکلو نکی خوشروه که ها زبی ششلی که دوری. فهم ایس نمکنه. غمشن نخره من شما را اجامه برم. من خودم چیکو کدستم؟ من خودم تماما نمیدونم که دک جایم. گفتستم که اورست خونه شون بره ابیک باشه تماما ما نمیدونیم که دو چی دگیه و ای همش نمک نگارم. ابیک هر خیل سفسته ها میگفته نک ما باشه تماما شاید او راست میگفته و نیقش ایجا به او معنی نداره. راست و به کارت تلفن او را نمیشه. نه ترس اورست ای فقط ماهی بود. نفهمیدم یا برای چی فقط برس میرون؟ یا را میخوان که به خونه شون روان. ما نشکی ها بازی کنه. تو مگی میتونه؟ فکر میکنم خیلی حرکت میکنه یا هم وقت و پیش میروان عقیب نمیگردن. ایرا مرا چه میگه فهموندگی بود وقتی که دیگم کاری سختی خطا هیچ وقت گم نکن. ما برای چی دیجشته؟ باید و پیش حرکت کنه. ششتنک بسه اورست ماهی را پرتا من ترا دعا گفتم. دفشا نزدیک نشه من در حیوانی وحشی بخیب